اسپرسو ساز خونگی که این تجهیزات رو کنارش نداره رو بنداز تو آشغالی. آقا همه این وسایل نیاز نیست کنار اسپرسو ساز داشته باشی، ولی حداقل 3 موردش باید کنار دستگاه باشه. اگه نباشه عصاره خوبی نمیتونی بگیری. اون 3 تا مهمه رو آخر کار میگم. الان میخوام کاربرد همه این وسایل رو برات توضیح بدم. یه مقدار بیا جلوتر. استند هستش. استند به چه کاری میاد؟ پورتا فیلتر روش قرار میگیره که قشنگ روش فیکس میشه، عملا رو ما روش به راحتی انجام میدیم. حالا مثلا میخوایم نیدل کنیم، این اسمش این وسیله نیدل هست. ببینید الان که میخوایم نیدل کنیم قهوه میریزه از دور پورتا فیلتر بیرون، بنابراین فانل رو برامون طراحی کردن. یه فانل میذاریم به راحتی رو پورتا فیلتر و عمل نیدل رو انجام میدیم. حالا نیدل به چه کاری میاد؟ نیدل جلوگیری میکنه از چنلینگ و باعث میشه این لاین های قهوه از هم جدا شه و کاملا قهوهمون با هم مخلوط بشه. فرچه به چه دردی میخوره؟ دوستانی که دستگاه دارن بعد از هر عصاره گیری، حالا اگرم فرچه ندارید، با یه دونه پارچه تمیز بعد از عصاره گیری یا آب خالی بگیرید و با پارچه زیر هد گروپ دستگاه رو کامل تمیز کنید. با فرچه خیلی بهتر تمیز میشه. این هم یکی از وسایلی که کنار دستگاه نیاز هست. پیچر هم برای گرفتن فوم شیر هست. شیر رو میریزیم داخلش، حالا هر مقداری که خواستید، و با نازل بخار دستگاه فومش رو میگیرید. باهاش میتونید کاپوچینو، هات چاکلت، چای ماسالا، این محصولات رو میتونید باهاش درست کنید. دوستانی که اسپرسو ساز نیمه صنعتی دارن حتما باید آسیاب پای دستگاه داشته باشی. اگه نداشته باشی دستگاه با دستگاه خونگی هیچ فرقی نمیکنه. حالا در صورت اگه آسیاب نداشتی، چه نیمه صنعتی چه دستگاه خونگی، بانکه نگهداری قهوه وکیومدار هستش، باعث میشه هوا داخلش نفوذ نکنه و قهوه مدت زمان طولانی تری عطر و طعمش حفظ بشه. یکی از وسایلی هم که خیلی دوستان سوال میکنن به چه دردی میخوره، ناک باکس هست. ناک باکس تفاله قهوه رو داخلش خالی میکنیم. حالا چرا ما تفالمون رو نشوریم؟ ببینید من نمیگم پورتا فیلتر نشورید، ولی مثلا ما داریم روزی 4 تا شات قهوه از این میگیریم تو دستگاه خونگی. حالا من میانگین دارم میگم، به جای اینکه 4 بار شسته بشه حداقل 3-4 روز یه بار بشوریدش، چون که وقتی میشوریدش این قسمت ها بچه‌ها رسوب میگیره، اینا توش رسوب میگیره. بعضی دوستان میگن پورتا فیلتر رو میبندیم، آب از کنار قهوه میزنه بیرون. یکی از دلایلش همین رسوب گرفتن هست. سعی کنید کمتر بشورید پورتا فیلتر رو. بنابراین تفاله قهوه‌مون رو به این صورت پورتا فیلتر رو میزنیم اینجا، خالی میکنیم. پورتا فیلتر رو هم به لبه سکون نمیزنیم که کنارش خراب شه. این پورتا فیلتر قیمتش هم گرونه. این هم کاربرد ناک باکس هست. تفاله قهوه هم به چند تا درد میخوره. تو پست‌های قبلی گذاشتم برای این نگه میدارن خیلی ها تفاله قهوه رو. خب حالا بریم مهمترین ابزاری که کنار دستگاه باید داشته باشیم رو توضیح بدیم. یه مقدار بیا جلوتر. اولیش لولر هست. بچه‌ها لولر سطح قهوه رو کامل صاف میکنه که آب به طور یکسان از همه جای قهوه عبور کنه و بهترین عصاره ممکن رو بتونیم بگیریم. ببینید سطح قهوه کامل یکسان شد. دومیش که مهمترینش هست تمپر هست. حالا من فنری رو ترجیح میدم، ولی دوستانی که میخوان کمتر هزینه کنن تمپر دست چوبی ها موجود هست، قیمتاش هم خیلی معقوله. با تمپر، حالا طریقه تمپ کردن، تمپر رو میذاری روی پورتا فیلتر، یه انگشت این طرف یه انگشت این طرف، به طور مساوی به هر دو طرف فشار میاریم و یه چرخ آخرش میدیم. تمام، قهوه‌مون کامل تمپ شد. مهمترین وسیله که کنار دستگاه نیاز هست پاک اسکرین هست از نظر من. یه مقدار به جلوتر، پاک اسکرین رو سطح قهوه‌مون به این راحتی قرار میگیره، باعث میشه آب به طور یکسان رو کل قهوه پخش بشه، باعث میشه هد گروپ دستگاهمون کثیف دیگه نشه، قهوه بهش نچسبه، باعث میشه آب روی سطح قهوه‌مون جمع نشه و کیفیت عصاره‌گیری رو هم حداقل 30-40% افزایش میده.